الله تعالی بعضی بنده های عشاق و عارف داره که اونها اگر بالفرض و المحال خدا بهشتی نمی داشت برای نعمتهاش و برای مؤمنین و جهنمی نمی داشت برای نافرمانان خودش، اونها خدا رو به خاطر خود خدا عبادت میکردن، چون اصلا اونها مشتری بهشت نیستن، اونها عارف عشقن، اونها خدا رو برای خود خدا میخوان. ببینید الله تعالی وقتی که بنی اسرائیل رو میخواد خطاب بکنه، بنی اسرائیل کثیر الذکر ترین قوم در قرآن، از همه بیشتر ذکر اونا تو قرآن اومده، چون حالات اخیر این امت شبیه اونا میشه. اینا قومی لجوج و عنود بودن، تا وقتی نعمت ها بود و آسایش ها بود و راحتی ها بود و من سلوا ها بود و نمیدونم تنعم ها بود، خدا رو میخواستن. همین که یه خورده امتحان و ابتلا میامد، جزا و فزع بلند میشد. انا لمدرکون، موسی چه خبره، ما رو بدبخت کردی، ما رو تعقیب میکنن، الان ما رو میگیرن. موسی قبل از اینکه تو بیای ما تو یک نوع بدبختیایی بودیم، حالا که تو آمدی بازم بدبختی رو سر ما هست. یعنی چه وضعیه؟ موسی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون، برو تو خودت زور کم نداری، بجنگ با عمالقه، ولمون کن، ما نمیتونیم بجنگیم. این تفکر اینا بود. تو من و سلواها بودن، یکشون هم غایب نبود. تو خوردن و تو راحتی و تو تنعم و تو سایه نشینی و ظللنا علیهم الغمام همه بودن. برای همین الله تعالی وقتی بنی اسرائیل رو خطاب میکنه اینطوری خطاب، یا بنی اسرائیل ذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، بنی اسرائیل نعمتامو یاد کنید، به این همه نعمت به تو دادم، یکم شرم کنید. وقتی این امت رو الله خطاب میکنه، خطاب به این امت نمیگه نعمتامو یاد کنید، شما عبدالنعم نیستید، شما به خاطر نعمتها منو تنها نمیخواید، شما به خاطر خودمو میخواید. برای وقتی اون امت رو الله خطاب میکنه میگه فذکرونی اذکرکم، این امت رو وقتی الله خطاب، یعنی این خطاب انقدر قشنگه، انقدر این خطاب پر محبت، بار عاطفی بالایی داره که انسان از شوق این اگر جان بده هم کمه، که الله مثل خطابی که بنی اسرائیل رو میکنه ما رو نمیکنه.